مناسبت روز دختر این کیک خوشگل دخترونه رو برای دخترای گلم درست کردم. بفرستش برای کسایی که دختر دارن. تخم مرغ، شکر و وانیل رو با هم ترکیب میکنیم. با دور تند همزن هم میزنیم تا کاملا کرمی و کشدار بشه. بعدش شیر و روغن مایه رو اضافه میکنیم و در حد ترکیب شدن هم میزنیم. آرد سفید قنادی، پودر کاکائو و بیکینگ پودر رو الک میکنیم و طی 2 مرحله به مایه کیک اضافه میکنیم. با یه دونه همزن دستی هم میزنیم تا ترکیب بشه. در آخر اگر دوست داشتین میتونید با دور کند همزن کمی بزنید تا گوله های آرد از هم باز بشه. قالب شارلوت دارم، با روغن جدا کننده چرب میکنم و از مایه کیک داخل قالب میریزم. بره داخل فر از قبل گرم شده با دمای 170 طبقه وسط حدوداً 20 دقیقه. با یه دونه خلال چک بکنید. اگر پخته شده بود آماده است. بعد از کمی خنک شدن اون رو از قالب جدا کنید و بذارید کمی از دما بیفته. بریم سراغ کرم توت فرنگی. توت فرنگی و شیر رو با هر دستگاهی که دارید میکس کنید. اگر دوست داشتید مثل من اون رو صاف بکنید. حتی میتونید صاف هم نکنید. کاملا سلیقه‌ایه. حالا اون رو داخل تابه یا قابلمه بریزید و 2 قاشق نشاسته ذرت بهش اضافه کنید. هم بزنید تا کاملا یک دست بشه. شعله گازم خیلی کمه. وقتی که گرم شد شکر رو بهش اضافه کنید. در آخر کمی از مایه رو بردارید با خامه ترکیب کنید و به مایه کرم اضافه کنید. غلظتش تقریبا شبیه فرنی میشه. کرم توت فرنگی رو میتونید همینطور که داغه روی کیک بریزید، به خوبی سطحش رو صاف بکنید یا مثل من با یه دونه سیخ چوبی این مدلی روش رو طرحدار کنید. من 1 ربع گذاشتم یخچال، یه کمی خودش رو گرفت و بعد با توت فرنگی تزیینش کردم. به قدر این کیک لذیذه که دختراتون عاشقش میشن.